خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 3 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم. ما عزیزی رو از بازداشتگاه مشتا بر روی خط داریم، از اعضای حزب کموله که متاسفانه در بازداشت هستن و در به زودی مثل که حکم اخراج ایشونو دادن. دوست عزیز درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستین، خوشحال میشیم که خودتون رو معرفی بکنید و یه مقداری از وضعیت خودتون برای ما بگید. سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار گرامیتون. من آوات طاهری هستم، اهل مهاباد، عضو حزب کموله کردستان ایران هستم و در ایران قبلا عضو تشکیلات مخفی این حزب بودم و متاسفانه بعد بازداشت چند تن از اعضای این حزب من فرار کردم و به کشور سوئد اومدم مدت 2 سال و 3 ماه پیش. الانم حکم اخراج منو دادن. منم 2 ماه و نیم پیش خواستم برم کانادا، تو کشور دانمارک دستگیر شدم. دیروز تحویل سوئدم دادن، الانم دوباره همینجا دست به سر نگهم داشتن و حکم دیپورت رو بهم دادن. الانم من خواستم از تمام نهادهای حقوق بشر که کمکم بکنن و به دادم برسن، چون در غیر این صورت من اگر دیپورت بشم 100% تو بازداشتگاه ها و شکنجهگاه های جمهوری اسلامی زندانی و مطمئنا اعدام خواهم شد و الان نمیدونم. چند وقت سوئد هستین شما؟ من از آگوستی 2011 از آگوست اومدم اینجا و اینجا هم همچنان به فعالیت خودم ادامه دادم، تو فعالیت علنی، تظاهرات تا تو همین حزب کموله کردستان و متاسفانه تمام اینا هم همه سند و مستند هستش تو سایت ها، تو شبکه های تلویزیونی، ولی هیچ اعتنا نمی کنن. الان خواستارم از تمام احزاب، از تمام نهادها، از تمام فعالین حقوق بشر که به داد من برسن، چون قضیه ظاهرا خیلی جدیه و واقعا هر کی توضیح میدم اینا دوباره میان سر این که چجوری دیپورت کنن، از کجا دیپورت کنن، چجوری تحویل بدن، از کدوم راه برن. من هی توضیح میدم که مهم نیست در راه هوایی، زمینی، دریایی، هر چی باشه، مهم اینه مسئله اینه که اگه برگردم وارد خاک ایران بشم مورد معلوم متوجه هستم. خب الان دولت اسرائیل یعنی مسئولین اداره مهاجرت و اینا چی میگن؟ میگن مثلا مدارک شما کافی چی میگن و اینا؟ وقتی یه نفر مثلا اینجور فعالیت داره، اونم از احزابی که اگه پاشون به ایران برسه حکم اعدام دارن، چی میگن اینا؟ دلیلشون چیه؟ دلایل خیلی عجیب غریب میانن، نظیر این که مثلا تو شبکه روشهلا تیوی که مال حزب کموله هستش مثلا مصاحبه کردی، بار اول گفتن که حالا این جمهوری اسلامی از کجا اینو دیده. بعد رفتم دادگاه بهشون اثبات کردم که این پارابول هست و این سایت هست و این فیسبوک و این یوتیوب و این هزاران رسانه سفارت جمهوری اسلامی را رصدخانه داره، یکی به یکی ایرانی ها رو کنترل میکنه، ولی اونجا اینو قبول کردم. بعد دوباره گفتن خب مدت تایم زمانیش خیلی کم بوده، فرض مثال 3 دقیقه 4 دقیقه مصاحبه کردی. باز توضیح دادن که رهبر کموله 10 دقیقه صحبت کرده، مگه به وقت به زمان؟ متاسفانه آخه چه فرقی میکنه 10 دقیقه صحبت کرده باشه یا 1 دقیقه صحبت کرده باشه؟ بعدم شما وکیل و اینا نداری؟ چرا، من وکیلم آقای اولی هانکو که تو اپسالا میشینه، یکی از اون وکیلای خیلی مهم و خوب سوئد هم هستش که خودش هم سوئدیه. چی میگه اون چی میگه؟ اونم متاسفانه مقصر گفته از خیلی خوب حرف زدی، خیلی مدارک عالی داری، ولی کشور من جز اون کشوراییه که عین شانس و بخت میمونه، یعنی هیچی معلوم نیست به کی جواب میدن به کی جواب نمیدن. اونم الان دنبال کارهامه، ببینیم چه کار میتونه بکنه. متاسفانه حالا چه کاری از دست شنوندگانمون در میاد؟ با این بر بچهای چی صحبت کردیم؟ بچه‌هایی که در کار فعالیت میکنن برای عزیزان پناهجو اینو با اینا صحبت شده؟ چطوری هستش؟ یه مقدار برام توضیح بده. همچنان که گفتم دیروز منو برگردوندن تو دانمارک هم که بازداشت بودم، هیچ گونه امکاناتی نبوده که بتونم نظیر موبایل یا اینترنت یا نامه حتی ملاقات نداشتم اونجا، نذاشتن که بیان. یعنی چی تو دانمارک چون تو دانمارک چه کار میکنن؟ الان چرا تو سوئدین پس؟ نه، من 2 ماه نیم پیش که 3-4 ماه پیش که حکم اخراج رو بهم دادن ترسیدم خب این دیپورت هم کنن، خواستم برم کشور کانادا، رفتم از دانمارک پرواز بکنم که فرودگاه کوپنهاگ دستگیرم کردن و ازم بگید که الان دیگه بعد برگردوندن به سوئد دوباره. برگردوندن قانون دوبلینگ هستش و اینا. بله.
قانون سوئد هم که اکسپت هم کرده، به جای اینکه بیاد بررسی بکنه، تجدید نظر بکنه، دوباره پرونده به جریان بیفته، اینم اینجا دوباره دست به سرم کردن و الان هر یک ساعت میان نمیدونم این راه میخوایم تحویلت بدیم و از این راه میخوایم و بیا همکاری بکنه، نمیدونم پلیس به زوری میبرد و از این حرفا حدیثا که من هرچی بهشون میگم که یه فعال سیاسی بودم، اینجا فعالیت سیاسی کردم تو ایران، این همه تاییدی حزبی چه میدونن، همه این همه سند، این همه مدارک هستش، ولی متاسفانه هیچ اعتنایی نمیکنن. میان خب بگو الان هم دارم مصاحبه میکنم با رادیو، صدام هم حکومت داره میشنوه، مطمئن باشن. بگو همسفر دارم گوش با همسفر مصاحبه کردم، مطمئنم باشین که صدای منو دارن میشنون. آخه این دلیل نشد که آخه من نمیدونم اینو حالا خیلی حالا کی براتون کی قرار اخراجتون کنن؟ والا نمیدونم دیگه، شاید فردا، شاید پس فردا، شاید. یعنی هنوز زمان خاصی رو بهتون نگفتن؟ زمان خاصی رو بهم نگفتن. نه خیلی فردا. وکیلتون چیکار میکنه؟ دنبال کارتون هست یا اونم میگه دیگه اخراجی پول مول نداری؟ دیروز عرضم بدونیم که زنگ زدیم، ایشون هم متاسفانه مرخصی 27 میاد، الان نمیدونیم وکیل عوض کنیم، واقعا نمیدونم چیکار بکنم. یعنی مسئله جونم هستش، مسئله حقوقی نیست، مسئله اقتصادی نیست، مسئله جونم. من تو بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی نه تنها من، هیچ کس نمیتونه دوام بیاره. من 2 ماه تو زندان دانمارک بودم، الان دیوانه شدم چه برسه پام برسه به کشور جمهوری اسلامی ایران. اونم این همه. ببخشید من سوال می‌کنم، شما پاسپورت و اینا دارین یا ندارین؟ بله من پاس ایرانی دارم، همه چه تحویلشون دادم. اون موقع که من اومدم گفتم که چجوری اومدم، این رفیقام بازداشت شدن، الان دیوان عالی کشور همون اونی که با فعالیت داشتیم که تجدید شده، دیوان عالی کشور گفته حتما باید اعدام بشه، هیچ گونه اعتراضی نباید بکنن. همه اینا رو نشونشون دادم، هی اصلا قبول ندارن و باز دوباره میگن باید برگردی و دیپورت بشی. و الان مسئول میگرافون سورکد اومده صبح، حتی راه نشونم میده که برم ترکیه، از اونجا دوباره برگردم اروپا. و قانون خودشون هم اینه که هر موقع اروپا رو ترک بکنی تا 4 سال حق نداری برگردی. ایشون متاسفانه منو میپیچونه، فقط میخواد که من برگردم. تو این وسط هم ظاهرا یه پول تعلق میگیره اگر بتونن کسی رو سریعتر بفرستن که بره. اونو که متاسفانه اونو خبر ندارم، ولی خب حال در صورت صدای شما هموطنانمون شنیدن، عزیزان میشنون. به جریان تظاهراتی در راه نیست؟ شما خبری نداری کسایی که مثلا بچه‌هایی که فعال کارهای پناهندگی هستن برنامه ندارن برای ایجاد تظاهرات؟ همین امروز باشون حرف زدم از احزاب مختلف سیاسی کرد و ایرانی. الان آنها هم دنبال کارام هستن، ببینن هر طبق گفته‌های خودشون هر کاری ازشون بر بیاد برام انجام خواهند داد. نظیر همین که منو معرفی کردم به شما که مصاحبه رادیویی داشته باشم یا خود سایت هاشون، خود تلویزیون هاشون، و هر کاری طبق مسئولین خود احزاب که گفتن دریغ نخواهم کرد. امیدوارم که به ما خبر بدید، اگر که در موقع که زمان و اینا مشخص شده اینا حتما به ما خبر بدید تا بتونیم بعد به گوش عزیزان برسونیم که بتونن تعداد بیشتری باشن، بتونن تظاهرات انجام بدن. چون من میدونم که دیروز روز سه‌شنبه هم یک تظاهراتی در اونجا بود برای چند تا دیگه از عزیزانی که در بازداشتگاه هستن و این تظاهرات همینطوری ادامه داره و امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسه و شما رو در خارج از بازداشتگاه داشته باشیم و بتونیم بیشتر باهاتون صحبت کنیم. ما رو در جریان بذارید، هر کاری از دست ما بر بیاد ما در کنار شما هستیم. ممنونم، قربان شما. خواهش می‌کنم. قربان انسانی می‌کردید، خیلی ممنون که شما به گوش هموطنان رسوندید. خواهش می‌کنم، ما وظیفمون رو انجام بدیم. سپاسگزارم عزیزم ازت. قربان، خدا نگهدارتون. خب صدای این هموطنمون هم شنیدین عزیزان. متاسفانه عزیزان ما که در بازداشتگاه هستن، بچه‌هایی که فعالیت سیاسی میکنن، یعنی در واقع اینا فعالان سیاسی بودن، انجام هم دارن میدن ولی خب قبول نمیکنن دیگه. و یکی از دلایل هم که میارن میگن که مثلا از کجا بدونیم که جمهوری اسلامی حالا اینو شنیده؟ پدر جان، یکی از قوی ترین سازمان‌های ضد جاسوسی در دنیا، اسمش ضد جاسوسی، سازمان امنیتی، حالا من اینو بگم معمولا بهش میگن سازمان امنیت و ضد جاسوسی کشورها، مال ایرانه. چون شما همینطور داریم میبینید، یعنی یه چیز واضحیه که روزانه ما داریم میبینیم اینا آدمهای بسیار زیادی و با عناوین مختلف
میارن در کشورهای خارج در داخل مردم رها میکنن، هر کدوم به اسم، یکی به اسم سلطنت طلب، یکی به اسم نمیدونم زرتشتی، یکی به اسم نمیدونم مثلا مسیحی، یکی به اسم نمیدونم مثلا ضد خامنه، یکی به اسم کمونیست، همینجوری میارن بیرون. یکی میگه من پول اونا رو خوردم، یکی میگه من اینجوری کردم، یکی میگه اینا رو میارن، یکی میگه من اعدامی ام، یکی همینجوری میارن بیرون. و بعد از یه مدت دستاشون رو میشه، چون بیشتر میدونی که اینا بعد یه مدت چون سوال جوابا که زیاد میشه، اینا چی میگن دروغگو کم ها بزد، بعد یه مدت یادشون میره که چی هم میگن و هرچی اینا دهناشون رو بیشتر باز میکنن بیشتر دستاشون باز میشه و مشخص میشه، تبدیل به مهره سوخته میشن، یه سری دیگر رو میفرستن. البته من اینو واسهتون بگم، ببینید من اینو بارها و بارها گفتم و اینو ما باید آویزه گوشمون بکنیم. هر حکومتی در دنیا برای حفظ بقای خودش دست به کارهای مختلفی میزنه. حالا یه سری کشورها متمدن‌تر هستند و یه سری قوانین رو قبول دارن، نمیتونن هر کاری بکنن. شما ببینید همین الان نگاه کن، آمریکا رو نگاه بکنید، چند روز دو سه هفته است دیگه صداش در اومده که حتی صحبت‌های تلفنی مثلا نخست وزیر آلمان رو هم گوش می‌کرد. خب یعنی چی؟ یعنی اینا دارن جاسوسی میکنن دیگه، یعنی در واقع این کارو دارن انجام میدن. شما نگاه بکنید الان دولت سوئد، یکی از معضلات دولت سوئد آدمایی هستن که از سوریه به سوئد میان، میگن آقا ما نمیدونیم تو پناهنده‌ای واقعا یا جاسوسی. پرونده‌ها رو مجبورن یکی یکی پیش برن. در مورد ایرانی‌ها که قربونش برم دیگه، لیست که اصلا لیست جاسوسی لیست بسیار طولانی داره. خب شما اینا رو نگاه میکنید، آدم میبینه بعد طرف میاد برمیگرده میگه که ما از کجا بفهمیم که مثلا تو مصاحبه‌ای که در یک تلویزیون مثلا متعلق به ضد رژیم که مثلا فرضاً در ماهواره هم داره پخش میشه اینا گوش میکنن. بابا جان اینا گوش میکنن، اینا میبینن، اینا وظیفه‌شون شنیدن و دیدنه. همونطور که باقی کشورها هم اینجور سازمان‌های امنیتی رو دارن. من نمی‌فهمم اینا چی دارن میگن. یعنی واقعا بعضی وقتا آدم تأسف میخوره که اون کسی که نشسته اینجا و داره این تصمیم گیری‌ها رو میکنه چطوری میتونه با زندگی یه نفر بازی بکن. اون دفعه که اومدن صحبت بر سر همجنسگرایان بود، گفتن نه آقا سفیر ما گفته در ایران مردا دست همدیگه رو میگیرن راه میرن، هم موقع به همدیگه میرسن همدیگه رو ماچ میکنن. بدن جا لب که نمیگیرن از همدیگه، قربون بدن. البته در بعضی موارد واقعا این ماچایی که آقایون در ایران میکنن همچین کمتر از اون لبای مثلا ماچای خیلی ماچ هم نیست، ولی خب بالاخره معمولا لپا رو ماچ میکنن، بعضی یه ذره پا رو فراتر میذارن، این ورورتر میرن، کاری نداره. ولی وقتی ما طرف اینجوری به برخورد میکنه در مقابل یک مسئله که واقعا مسئله حیاتی است، طرف میگه آقا من همجنسگرام در جامعه جونم در خطر، طبق کنوانسیون ژنو بنده باید بهم پناهندگی بدین. میگن آقا خبری نیست که همه دیگه دارن ماچ میکنن، تو هم برو ماچ کن دیگه بیا. و طرف میاد میگه آقا من دینمو عوض کردم. میگن که خب دینو تو عوض کردی، این همه مسیحی تو ایران. آقا این همه مسیحی، این همه زرتشتی تو ایرانه، این همه مسیحی تو ایرانه، این همه بهایی تو ایران هست. بله حرفتون درسته، اما چه بلایی دارن سرشون میارن. شما ارمنیای ایرانی رو نگاه بکنید، بلایی به سر این بدبختا آوردن که همه دارن جلوی وطن میکنن، دارن میرن اینور اونور دنیا. شما نگاه به بهایی رو نگاه کنید چه بلایی سر بابا دیگه درویشا که مسلمونن دیگه، درویش که دیگه مثلا بهایی نیست دیگه، یا مثلا درویش دیگه مسیحی که درویش مسیحی که نداریم که. به چه بلایی بر سر این درویشا که آبادی اینا آوردن، این چیکار دارن با اینا میکنن؟ بعد اینا اینجوری تصمیم گیری میکنن. واقعا من متاسفم ولی نمیفهمم، یعنی هیچ متوجه نمیشم و با جون مردم به این صورت بازی میشه. امیدوار هستیم که این دوست عزیزمون هم هرچه سریعتر و دقیق‌تر امیدوار هستیم که کارش انجام بشه و بتونه بیرون از بازداشتگاه بیاد. رئیس پلیس